عرض سلام و احترام و ادب داریم محضر شاگردای خوب و نازنین ما. هر جایی که هستین صحتمند و سالم و سر حال باشین. صبحتان بخیر، چاشتتان بخیر، شامتان بخیر. به ادامه درس روز گذشته از رفع ابهام 0 بر 0 امروز رسیدیم در درس بعدی از رفع ابهام 0 بر 0 شاگردای نازنین و امروز قراره ما شما نوعی از لیمیت های را بخوانیم شاگردای عزیز که در داخلش متحول های فرعی وجود داره، قیمت های A و B وجود داره. من مثال براتون کار منم دقیق فکرتان باشه که چی رقم سوال هست. در امتحان کنکور فرضم شاید سوال به که لیمیت x تابع شاگردای نازنین تقرب به 1 میکنه. در اینجا است ax منفی 3 تا x مربع تقسیم x منفی 1 اندازش مساوی با b است. از شما میخوای قیمت a ضرب در b اندازش برابر با عدد چند بشه. یال ببینید سوال شاگردای نازنین از شما رقمی سوال پرسیده شده. گفته x تقرب به عدد 1 کرده و در صورتش هست ax منفی 3x مربع بر x منفی 1 مساوی با b شده. یعنی جواب از لیمیت دقیقا شاگردای نازنین عدد b هستن. من اینجا وقتی میبینم x تقرب به 1 کرده زود در ذهن میآید از همین قضیه 0 بر 0 که اگر x تقرب به 1 کنه مشکل ساز ما و شما x منفی 1 چرا؟ چون اگر x تقرب به 1 کنه x منفی 1 فاکتوره. اینم x منفی 1 خط زده شد سوال حل میشه. خب ما دنبال از این که x منفی 1 در مخرج داریم x منفی 1 که واسه کنیم 0 میشه و جواب از این لیمیت شده b. در ذهن میآید یک نفر سوال حل کرده ای b یک عدد بوده، b یک عدد مثل 5 7 در چی بوده و عدد پاک جایش b نوشته کرده و اینجا a هم یک عدد بوده، a هم یک عدد بوده و عدد گرفته پاک کرده در جایش a نوشته کرده. گفته تو بیا پیدا کن که a و b چند میشه. خب من زود در ذهنم یک گپ میآید اگه عامل تقرب وضع کنم مخرج میشه 0 1 منفی 1 0. زود در ذهنم صورت خو عدد بوده نمیتونه. چرا؟ چون اگر عدد تقسیم 0 شه لایتناهی میشه ولی اینجا گفته b یک عدده. خب پس این لیمیت وقتی جوابش یک عدد شده میتونه که اینمی شکل 0 بر 0 بوده باشه و او را یک نفر رفع ابهام کرده باشه. خب ما میگیم وقتی این لیمیت وجود داشته میتونه استاد که اگر ما عامل تقرب وضع کنم مخرج 1 منفی 1 0 میشه باید صورتش هم 0 شه و باید شکل 0 بر 0 بگیرن. پس میگم a اگر عامل تقرب جای x وضع کنم a ضرب 1 منفی 3 ضرب 1 مربع باید شکل 0 به خود بگیرن. چرا 0 شود؟ به خاطر که اگر عامل تقرب وضع کنم در مخرج 1 منفی 1 میشه 0 مخرج شد 0 و این لیمیت وقتی وجود داشته میتونه که صورتش هم 0 شد چون 0 بر 0 بگیره که ما تو رفع ابهام بتونیم. خب a ضرب 1 اندازش مساوی با a میشه منفی 1 مربع 1 میشه 3 ضرب 1 3 در نتیجه a اندازش برابر با عدد 3 شد. استاد قیمت a رو پیدا کردیم 3 پس باید قیمت b رو پیدا کنیم. خب یا لازم قسمت میگیم لیمیت x تابع تقرب به 1 کنه این لیمیت جوابش مساوی با b است. a اندازش است 3 جای a بانن 3 تا x منفی 3 تا x مربع بر x منفی 1 تا 1 هست استاد. خب این حاصل از لیمیت هر چی شد قیمت b میشه. خب بیا این لیمیت x منفی 1 x تقرب به 1 کرده x منفی 1 باید اختصار شد x منفی 1 در مخرج وجود داره در صورت باید پیدا کنه. خب لیمیت x تابع تقرب به عدد 1 کنه شاگردای نازنین این از این صورت از صورت ما یک منفی 3 تا x که فاکتور بگیرم منفی 3x تقسیم منفی 3x مربع شد تنها x میمونه. این صنف الجبر نیه دیگه صنف لیمیت. منفی 3x تقسیم 3x شد منفی 1 میمونه مخرجش است x منفی 1 جوابش مساوی با عدد b میشه. یعنی x منفی 1 با x منفی 1 شد خلاص. در اینجا مانده لیمیت x تابع تقرب به عدد 1 کنه. در اینجا است منفی 3 تا x اندازش مساوی با عدد b میشه.
x تقرب به یک کده یک اینجا وضع کنین منفی 3 ضرب 1 اندازش مساوی با b است. در نتیجه قیمت b اندازش مساوی با منفی 3 میشه. شاگردای نازنین از ما تو خواسته a ضرب b چند میشه، یا لازم قسمت میگیم a ضرب b اندازش مساوی است من a است. قیمت a چند شد؟ a شد 3. قیمت b چند است؟ منفی 3. 3 ضرب منفی 3 اندازش منفی 1 تا 9 میشه. پس جواب لیمیت شد قیمت a ضرب bش منفی 9. سعی کنین ایره باز براتون میگم. این لیمیت جوابش شده b، یعنی یک عدد شده. عامل تقرب که موضع کنم مخرج میشه 0. زمان جواب از این یک عدد شده میتونه که اگر مخرج 0 شود زود در ذهنم بیایه استاد باید ifade شکل مبهم بگیره تا رفع ابهام شود و جوابش یک عدد شود. مخرج شده 0. وقتی شکل مبهم میگیره که صورتش هم 0 شود. وقتی عامل تقرب عوض میکنه مخرج شود 0. وقتی لیمیت حل داره، وقتی لیمیت جواب داره که صورتش هم 0 شود. پس عامل تقرب عوض میکنیم، مخرج صورت 0 قرار میتیم، a شد 3. خب این ویدیو است، میتونین ویدیو را پس بیارین پیش ببرین، دوباره تشریحش گوش کنین میفهمین. سوال بعدی کار میکنیم یک کم سوال جنجالی تر و تکنیکی تر. خوب فکرتان باشه. سوال شاگردای نازنین از شما این رقم پرسیده میشه. یک سوال است که لیمیت x تابع تقرب به عدد 1 کنه. شاگردای نازنین اینجا است x مربع مثبت ax مثبت 1 تا b است. مخرجش هستم x منفی 1 اندازش مساوی با عدد 5 بشه. از شما خواسته که a تقسیم b اندازش برابر با عدد چند بشه. یاد ببینید در این سوال از ما شما خواسته a بر b چند میشه. خوب فکرتان باشه. a جواب از این لیمیت شده یک عدد مثل 5. پس در جای a و b حتما قیمت های عدد حقیقی بودن که x منفی 1 مخرج با x منفی 1 صورت اختصار شده. عامل تقرب وضع شده، جوابش 5 شده. تو اگر 1 عوض کنی 1 منفی 1 0 مخرج میشه 0. وقتی ای ifade یک جوابش یک عدد میشه، جواب وجود داره که اگر مخرج شود 0 اینمی صورتش هم 0 شود، یعنی اول مبهم شود که رفع ابهام شود جوابش مساوی با عدد 5 شود. خب عامل تقرب که در مخرج وضع کنیم میشه 0، با صورت هم وضع کنیم شود 0 مبهم شود. اول از اینجا 1 مربع مثبت a ضرب 1 مثبت 1 دانه b اندازش مساوی با 0 میشه. چرا این 0 قرار دادیم؟ چون اگر مخرج عوض کنیم 1 منفی 1 0. در صورت اگر عوض کنیم باید 0 شود. چرا؟ چون 0 بر 0 شود اول که باستو رفع ابهام کنی جوابش یک عدد مثل 5 شود. مخرجش 0 میشه، باید صورتش هم باید تو 0 قرار بدیم. 1 مربع a ضرب 1 مثبت b مساوی با 0. 1 مربع 1 مثبت a ضرب 1 a مثبت b اندازش مساوی با 0. از این قسمت میگیم a جمع در b اندازش مساوی با منفی 1 هست. مثبت 1 طرف منفی 1. یا از این قسمت شاگردای نازنین عدد ثابت b تو قیمت b را به دست بیار. b اندازش مساوی است منفی 1 منفی 1 تا a. اینی یک تا رابطه که ما شما در تابع باز وضع کنیم. یا از اینجا میگیم لیمیت x تابع تقرب به 1. ما شما دنبال چی هستیم؟ دنبال یکیم در صورت یک x منفی 1 جور کنیم که خط بخورن. x مربع داریم b است این منفی 1 b است منفی 1 منفی a x مربع منفی 1 و a x منفی a. قیمت b را وضع کنیم. x مربع خودش مثبت ax هم شاگردای نازنین خودش مثبت b است منفی 1 منفی a b است منفی 1 منفی a. مخرجش هم است x منفی 1. جوابش مساوی با عدد 5 شاگردای نازنین. یا لازم قسمت میگیم لیمیت x تابع تقرب به 1 کنه. شاگردای نازنین یک کار کنه، تو باید یک x منفی 1 جور کنی. x مربع در این قسمت داریم.
منفی یک هم در این قسمت داریم. x مربع را بیارین پالوی منفی یک، میگیم x مربع منفی یک استاد ax منفی a مثبت یک دانه ax منفی a مخرجش هست x منفی یک مساوی با عدد 5 میشه. یک x مربع منفی یک اینجا داره، یک ax منفی a اینجا داریم. تو باید در صورت یک x منفی یک جور کنه. هر رقم میشه از این از این قسمت شاگردای نازنین باید یک x منفی یک بیرون کنی تا او قد x منفی یک مخرج خلاص شود تا ifade رفع ابهام شود. خب به خاطر از این کار میگیم لیمیت x تابع تقرب به یک کنه. x مربع منفی یک در دو قوس تجزیه کنه میشه x منفی یک ضرب x مثبت یک. ax منفی a یک a را از اینجا فاکتور بگیریم، مثبت یک a را که فاکتور بگیریم، x منفی یک تا یک باقی میمونه. a را که فاکتور بگیریم x منفی یک میمونه. بر x منفی یک جواب لیمیت اندازش مساوی با 5. خب استاد لیمیت x تابع تقرب به یک کنه این اندازش مساوی با یک کسر جوابش مساوی با 5. یک x منفی یک اینجا داریم، یک x منفی یک اینجا داریم، یک x منفی یک فاکتور بگیریم، یک x منفی یک که ما و شما فاکتور بگیریم یا ببینیم x منفی یک فاکتور از این قسمت x منفی یک فاکتور بگیریم x مثبت یک میمونه. اینجا ماند x مثبت یک، x منفی یک فاکتور بگیریم از اینجا مثبت a میمونه، مثبت یک دانه a ماند مخرجش هست x منفی یک تا یک. x منفی یک با x منفی یک خلاص میشه. اینجا یک عدد فرعی مونده متحول فرعی x جمع یک مانده لیمیت x تابع تقرب به یک کنه. این سوالای لیمیت باید حل بتونین. x جمع یک شاگردای نازنین مثبت یک دانه a مساوی با 5 است. تو عامل تقرب که یک هست وضع کده اینجا یک جمع در یک شاگردای نازنین مثبت a اندازش مساوی با 5 میشه. یک جمع یک میشه 2 دوی طرف منفی 2 a اندازش مساوی میشه 5 منفی 2 3 a اندازش 3 a را به دست آوردیم 3 b قیمتش مساوی است. b اندازش مساوی منفی یک تا a b اندازش مساوی است منفی یک منفی a a اندازش است 3 b اندازش مساوی منفی یک و منفی 3 منفی 4. پس قیمت b اندازش شد منفی 1 تا 4. a بر b راست خواسته a بر b a است 3 b اندازش منفی 4. در نتیجه میگیم a بر b است منفی 3 بر 4. شاگردای نازنین این نمونه سوالا رو با شما رقمی حل کنید. یا ببینید مثال براتون سخت کار. خب شاگردای عزیز سوال بعدیش از تو پرسیده میشه که لیمیت x تابع تقرب به 0 کنه. در اینجا اندازش مساوی جذر ax مثبت یک دانه b منفی یک تا 2 بر x اندازش مساوی با عدد 1 شده. از تو خواسته که قیمت a هم شامل اعداد حقیقی است. میگه قیمت a و b شامل اعداد حقیقی هستند. a چند میشه b چند میشه. گفته قیمت a و b را تو پیدا کن مساوی با چند میشه. خب سوال چطور حل کنیم؟ ما اگر پیش خود اینطوری میگم استاد این لیمیت جوابش یکه a و b را تو باید پیدا کنی در جایش وضع کنی که این لیمیت رفع ابهام شد و باز حاصلش یک شد. a و b را تو باید پیدا کنی. خب x تقرب به 0 کرده. x که تقرب به 0 کنه تو باید یک x خط زده بتونی. سعی کنین اگر x تقرب به 1 میکرد اگر x تقرب به 1 میکرد ما باید x منفی 1 اختصار میکردم.
اگر x تقرب به منفی 2 کنه باید من x مثبتی دور از لیمیت حذف کنم، اختصار کنم. اما اگر x تقرب به 0 کنه باز وقت من باید خود x خط بزنم، خود x باید اختصار شن. خب حالا دیگه x تقرب به 0 کرده، وضع کنید اینجا مخرج میشه 0. این لیمیت واقعا وقتی وجود داره که اگر مخرجش 0 شوه باید صورتش هم 0 شوه که اول 0 بر 0 شوه. با زور یک نفر لایق بیاید رفع ابهام کنه، بعد از او که رفع ابهام کنه جواب لیمیتش شوه 1. اینجا A و B وجود داره. اول تو باید یک کاری کنی که یکی از این متحولا به دست بیاین. خب استاد x تقرب به 0 کرده، مخرج که 0 شوه باید صورتش هم مساوی با 0 قرار میشه. چرا؟ چون اول 0 بر 0 شوه. این اندازهش مساویه با جذر a ضرب در x تقرب به 0 کرده. x تقرب به 0 مثبت 1 دانه b منفی 2 مساوی با چند؟ 0 یا 1؟ 0. چرا؟ چون مخرج هم 0 شوه. این رقمیه، این مخرجش x تقرب به 0 که 0 بس کن هم صورت 0 شوه مخرج اول با شکل 0 بر 0 بگیره تا ما تو رو رفع ابهام کنیم. خب استاد این صورت که مساوی با 0 شوه کدام متحول به دست میاد؟ کدام متحول فرعی به دست میاد؟ a ضرب 0 0 تنامان جذر b منفی 2 مساوی با 0. منفی 2 طرف مثبت 2، جذر b اندازه شد مثبت 2، اطراف مربع شود، b اندازهش مساوی با 4 میشه. این b اندازه شد 4. خیال من قسمت پاک میکنم. b اندازه شد 4، قیمت b را پیدا کردیم ما و شما 4، b اندازهش هست 4. تو باید یک کار کنی، 4 اینجا وضع کن، میگه لیمیت x تابع تقرب به 0 کنه این کسر مساوی با عدد 1 میشه، مخرجش هم x b شد 4. 4 اینجا وضع کن، جذر ax مثبت b مثبت 4 منفی 1 دانه 2. حالا دیگه فقط تو باید یک کاری کنی که x حذف شوه. x اینجا یک جذر در صورت دیروز خواندیم باید ضرب مزدوجش کنیم. لیمیت x تابع تقرب به 0 کنه 1 تا کسر یا یک کسر دیگر مساوی با عدد 1. کسر اول مربوط خود سوال، جذر ax مثبت 1 دانه 4 منفی 2 بر x. این کسر دوم برای چیه استاد؟ چرا کسر زیاد؟ خب این جذر که بود باید ضرب مزدوج شد. این منفی علامت مثبت 2 مثبت 2. این جذر یک دفعه در صورت نوشته کنیم ax مثبت 1 دانه 4 یک دفعه در مخرج ax مثبت 1 تا 4. این تو ضرب مزدوجش کردیم. خیالی صورت با صورت مخرج با مخرج، صورت شکلی یک دانه افاده را گرفته در ریاضی. این افاده خیلی مشهوره، a منفی b a مثبت b. این افاده میشه a مربع منفی b مربع. خیال از این قسمت این اندازهش مساوی لیمیت x تابع تقرب به 0 کنه جوابش 1 کسر میشه. چرا؟ چون هر دویش ضرب بکنیم. x ضرب در ازی شود، x ضرب در جذر ax مثبت 4 مثبت 1 تا 2 صورت با صورت a منفی b a مثبت b a مربع منفی b مربع، مربعش با جذر خلاص فقط میمونه ax مثبت 1 تا 4 منفی b مربع منفی این 2 که مربع شود 4 منفی 1 تا 4. 1 منفی 4 با مثبت 4 خلاص. یال ببینین لیمیت x تابع تقرب به 0 کنه شاگردای نازنین جوابش مساوی با 1. در صورت فقط ماند ax، در صورت فقط ماند ax. اینا در مخرج ببینین چی وجود داره. در مخرج یک دانه x هستن و این جذر ax مثبت 1 دانه 4 مثبت 1 تا 2 شاگردای نازنین و جواب لیمیت مساوی با 1. تو باید یک x خط میزدی. این x با x خلاص شاگردای نازنین. x که خلاص شد دیگه لیمیت حل دیگه. از این قسمت این اندازهش مساوی لیمیت x تابع تقرب به 0 کنه
در صورت فقط مانده ای، در مخرج مانده جذر ای اکس مثبت یک دانه 4 مثبت یک دانه 2 اندازش مساوی با 1. عامل تقرب صفره. صفر اینجا وضع کنین. ای ضرب صفر صفر، تنها جذر 4 من. این اندازش مساوی است ای صورت خودش. عامل تقرب که اینجا وضع کنین ای ضرب صفر میشه صفر، جذر 4 فقط ماند مثبت یک دانه 2 اندازش مساوی با عدد 1. یا لازم قسمت شاگردای نازنین ای بر جذر 4 2 جمع 2 4 ای بر 4 اندازش مساوی با 1. در نتیجه ای اندازش مساوی با عدد 4 میشه. شاگردای نازنین اینی رقم راحت میتونن سوالا شما حل کنین. یا ببینین با سوال حل میکنیم براتون که خوب دقیق منطقی بفهمیم. خوب شاگردای نازنین، سوال از شما این رقم پرسیده میشه که لیمیت x تقربی به 5 کنه، این اندازش مساوی است a x منفی 25 a x منفی 25 بر x منفی 5 جوابش مساوی با که است. از شما پرسیده a جمع که اندازش مساوی با چند بشه. سعی کنید یک شاگردی که زیاد درس سعی یاد نگرفته ولی ایره مثلا امی رقم مکانیکی یاد گرفته ax منفی 25 میگفت استاد اول امی 5 منفی 5 صفر مخرج صفر صورت هم باید صفر شد. x تقرب به 5 کردن 5 اینجا وضع منیم a ضرب 5 منفی 25 جوابش باید شد صفر. a اندازش مساوی با عدد 5 میشن. یعنی این قدر دیگه زود حل میتونه دیگه. یا ای را اینجا 5 وضع میکنه میگن لیمیت x تقربی به 5 کنه این کسر جوابش مساوی با کم میشه. ای است 5 دانه x منفی 25 بر x منفی 5 خواستاد لیمیت x تقربی به 5 کنه یک 5 فاکتور میگیریم از صورت میشه x منفی 5 بر x منفی 5 جوابش مساوی x تقرب به 5 کرده بود باید x منفی 5 خط بخوره. خلاص لیمیت x تقرب به 5 کنه اینجا عدد ثابت جوابش مساوی با که. لیمیت عدد ثابت خودش 5 مساوی با که. این قیمتی که اندازش مساوی با 5 شد. a جمعی که را خواستن a جمعی در که اندازش a است 5 جمعی در یک دانه 5 جمع 5 اندازش مساوی با 10 میشه. پس لیمیت حل کردیم جوابش مساوی با عدد 10 شاگردای نازنین. یا یک سوال دیگه هم حل میکنیم. خوب شاگردای عزیز، سوال از شما پرسیده میشه یک سوال است لیمیت x تقربی به 1 کنه اینجا اندازش مساوی جذر 6 یک دانه x منفی جذر 3 یک دانه x مخرجش هم است x منفی 1 تا 1. از شما خواسته که جواب این از لیمیت مساوی با چنده. خب بگین این لیمیت چطور حل کنیم؟ این خود ضرب مزدوج کردنش یک دنیا جنجاله. برای حل لیمیت ها از طریق تعویضی کار کنیم. لیمیت یک قسمتش که خوش دار نمیه بگیرین یک حرف تعویض کنیم. من اینمی x که داخل جذر امیره تی به توان 6 فرض منم. چرا؟ چون 6 با 6 باز خلاص بشه تنها تی من جذر باید خلاص شد. x تقرب به 1 کردن در اینجا در جای x 1 اینا عامل تقرب باید تو از جنس تی جور کنیم. اینجا 1 میمانه مساوی با تی به توان 6 تی اندازش مساوی با 1 میشه. مساوی را تقرب جور کنیم تی تقربی به عدد 1 میکنه. خب لیمیت x تقرب به 1 کنه این دفعه جای x تی تقرب به 1 کنه تی تقرب به 1 کنه
این تی تقرب به یک کنه. این اندازش کسری جذر ششمی جای x تی به توان 6 نوشته کنین تی به توان 6 منفی جذر سومی جای x تی به توان 6 نوشته کنین x منفی 1 x تی به توان 6 منفی 1 تا 1. خب یالی اندازش مساوی لیمیت تی تقربی به عدد 1 کنه. این از این قسمت شاگردای نازنین 6 با 6 خلاص، فقط در اینجا یک دانه تی ماند. منفی 1 3 3 2 3 6 منفی تی مربع ماند. مخرجش تی به توان 6 منفی 1 تا 1. شما یک چی را یادتانه است؟ یک دانه مطابقت a به توان 6 b به توان 6. اولش a منفی b قوس لاغر قوس کلانش. یک دانه a اینجا مصرف شده، از 6 5 بمانه. a به توان 5 b همیشه صد دوم شروع میشه. a به توان 4 b به توان 1 تا نقطه که اینمی b توانش 5 شد تا b به توان 5. یا این مخرج تجزیه کنیم. لیمیتی تی تقربی به 1 کنه. از صورت یک منفی تی را فاکتور بگیریم. منفی تی را فاکتور بگیریم. منفی تی مربع تقسیم منفی تی شد تنها تی. تی تقسیم منفی تی منفی 1. صورتش تجزیه شد. یا ببینید صورتی از این که شاگردای نازنین ما و شما تجزیه کنیم. اندازش یک منفی تی را فاکتور بگیریم میشه تی منفی 1. تی به توان 6 منفی 1 تجزیه کنیم. این توانش 1 هم که 6 باشه فرق نمیکنه. یالی اولش ایش است ایش است بی تی منفی 1 دیگهش تی به توان 5 مثبتی تی به توان 4 بی ضرب بی 1 ضرب 1 شو فرق نمیکنه. تی به توان 3 مثبت تی مربع مثبتی تی مثبتی 1 به توان 6 پس 1 میشه. یک دانه تی منفی 1 با تی منفی 1 شد خلاص. لیمیتی تی تقربی به 1 کنه. یا ببینین در صورت فقط مانده منفی تی. مخرج اینی مانده تی به توان 5 مثبت تی به توان 4 مثبت 1 دانه تی مکعب مثبت 1 دانه تی مربع مثبت 1 دانه تی مثبت 1 است. عامل تقرب 1 یکش ما وضع کنیم. در صورت از این اندازش منفی 1 مخرج 1 به توان 5 مثبت 1 به توان 4 مثبت 1 به توان 3 مثبت 1 به توان 2 مثبت 1 مثبت 1 دانه 1 میشه. یا صورت از این منفی 1 شد. مخرج از 1 6 دانه 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا جوابش شد منفی 1 بر 6. پس این نمونه لیمیت ها را شما باید راحت شاگردای نازنین حل بتانین. میریم دیگه مثال کار کنیم نکنیم. خب باش من یک سوال کنکوری برتان حل کنم. هرگاه لیمیت x تقرب به عدد 1 کنه در اینجا باشه مثلا. خوب پول در اینوان بعدی برتان میگیم. ویدیو کلان میشه، ویدیو بزرگ میشه، باز دانلود کردنش سخت میشه، وقت زیاد میگیره. خب شاگردای نازنین تقریبا فصل 0 بر 0 هم خلاصه. یک دو نکته ساده مانده اونا رو میگم. روز بعدی میریم در جان لیمیت هایی که مجانب برای ما تو نشان میده. مجانب افقی را نشان میده، مجانب عمودی را نشان میده. در کل لیمیت در لایه تنایی جوابش یک تا مجانبه، مجانب افقیه. روز بعدی بخیر ما شما مجانب ها را میخوانیم. دیگر روزتان خوش، وقتتان خوش. اگر ویدیوها خوشتان آمد، به دردتان میخورد، به رفقایتان هم توصیه کنیم. خدا نگهدارتان.